سیگارت حلال است، چون که ما برادر را میگوییم حرام میگوییم و میگوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است. دلیل صدها دلیل وجود دارد. بایدش داداری تو دلیل نیافته است، من صدها دلیل برای تو مییابم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است. در قرآن نگفته است کنیک حرام است. در قرآن نگفته است گیرین حرام است، ککین حرام است. نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد. بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر، ببین خمر حرام، 4 حرف خمر. در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل، هر چیزی که با عقل مبارزه میبرد همش خمر است. چی گیرین باشد، چی ککین باشد، چی نوشاکیش باشد، چی دودیش باشد، هر چی که باشد عقل زائل میکند، عقل دور میکند، آدم از عقل بیگانه میکند، در کلمه خمر داخل میشود. پس در قرآن لازم نبود که سیگارت، ناس ذکر شود. پس که آن چیزی که به نفس تو ضرر دارد و آن چیزی که به رفتن پول تو ضرر دارد و حرام است. حبیب خدا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود میگوید از روی گناه برای شما ای بندگان خدا آنقدر بس است که اگر 1 سامانی تو در خریدن سیگارت یا ناس صرف شود، 1 سامانی، این حق فرزندای توست.